کاغذ برآمد. چرا؟ چیزی که گفتم چیزی که نصیب برهم دیگه. کاغذ. دیشب یادتونه چی خوردین؟ امشب که تیر شد. امشب که تیر شده ما نان خوش چای دیگه چیزی نخورد. اما قبیل دیگه نان خوش کنم و چای بخورم. سلام برسه کاکا جان، خوب هستی؟ بخیر چه خوبه جان. زنده باشین. خوب هستین شما؟ شکر فضل خدا. بخیر. اجازه است بشینیم پالیتان؟ زنده باشی، بخیر باشی. وای دکانت کلا خالی است نه؟ چیزی که در نصیب ما هست نمیشه به خدا میرسونه به میرقم با شما دیگه پیشکی بریم که بگویم بدر با ما مگم او خدای میروان که برسانه آزاد به بنده نیست. دستتان هم فکر میگیم ساختگی از درست است؟ این دست من در سال 61 ما افغان شدیم در جنگ شوروی. در یک روز چند کار میکنید؟ در روز ما 60 روپیه و 70 روپیه. باز مشکلات فامیل تا حل میشه؟ او خدا میروانه دیگه تو نمو میرسونه دیگه به رقم چه دیگه 2000 کرایه خانه میده. خانه هم ندارم. چند نفر هستین در خانه؟ 5 نفر. خودم 5 نفر. با خودتان سرپرست؟ سه دونه سرپرست خودم هست. وای چه مترکای معقول خوبک. من خورترک بودم از این قدر یا در پس زنه اینیا اونهای 5 روپیه است. اینیا 5 روپیه است. این نام این موتر چی است؟ جیپ است نه؟ موتر چیز است رنجر است. ساخت رنجر است. کاکا جان خداوند مشکلاتتان حل کنه. خداوند مشکلاتتان حل کنه. الله متعال ان شاء الله زنده باشین. ما یک بازی داریم، خب یک گیم داریم. گیم قسم از داخل صندوق که است. همکار از ما میته صندوق برام. داخل این صندوق قسمی که شما میبینین دایش $100 هم است، هزاری افغانی هم است و کاغذ هم است. اینال ایده ما سرش باز میکنیم، شما چشمایتان پت میکنین به این شکل میگردین، یکیش میگیرین تالیتان هرچی برآمد. بسیار خوب. سه است؟ مقصد چشمایتان باید کاملا بند باشه. خب درست است. درست است ان شاء الله. خیلی شما چشمایتان بسته کنین. برو کاملا بسته کنین. بسیار خوب. خب ما براتون بلند میکنم. وای کاغذ برآمد. چرا؟ چیزی که گفتم چیزی که نصیب برهم دیگه. کاغذ و گاگا دقیقه پیسه کاغذ برآمد. خب ولی به هر صورت ما چون کاکا فامیل مستحق است، شما بگیرین 1 تا، اینی هم 2 تا، اینی هم 3 تا، اینی هم 4 تا، اینی هم 5 دانه تحفه به شما. بخیر باش، سلامت باشید. خداوند تعالی دعا دیگه با خدای بدرتان زنده باشید. خداوند بخشتان همکاری کند، پشتیبانتان خداوند باشه. خیر بین. فقط هدف ما کمک شما بودی. بازی یک بهانه است. موفق باشید. بخیر باش، سلامت. داخل کدام پیام دارید؟ بخیر باش، سلامت باشید. خداوند تعالی دعا دیگه بخشتان بده. زنده باشید. بخیر باشید.